بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. اینک ما درسای خود را دوام میدهیم از رساله سه اصل که اصلهای سه‌گانه از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي رحمه الله تعالى. ما در اصل دوم می باشیم و درسی ما امروز آغاز می یابد آنجا که شیخ الاسلام می فرماید و دلیل الصلاة و الزکات و تفسیر التوحید قوله تعالی، و دلیل نماز و زکات و تفسیر توحید. یعنی این آیتی که ذکر میکند هم دلیل میشود برای نماز و هم دلیل میشود برای زکات و تفسیر توحید، یعنی که مراد از توحید چیست تفسیر میکنه. سخن الله تعالی است، میفرماید و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلك دین القیمه. بله، و ایشان مأمور نشدن بجز این که الله را عبادت بکنن، یعنی از طریق الله در کتابشان چنین و که چنان مأمور شدن که باید الله را عبادت کنن. در چه خیل حالت؟ مخلصین له الدین، برای الله دین را اخلاص کرده، از تمام بدعت و شرک و خرافات دین تازه کرده برای الله عبادت بکنند. حنفاء، و خودشان باید در وقت عبادت حنفاء باشند، یعنی از تمام دینهای باطل و دروغ روی گردان باشند و روی آورنده به الله باشند و روی آورنده به دین حق باشند. معنای حنیف آن است که حنیف کسی را میگن که از دین باطل، از دین دروغ دست میکشد، روی میگرداند و به دین حق روی می آورد. و یقیم الصلاة، و نیز مأمور شدند که نماز را برپای دارند و یؤتوا الزکاة و زکات را بدهند و ذلك دین القیمه، دین حق همین است. و دلیل الصیام قوله تعالی، دلیل روزه سخن الله تعالی است، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر کسی پرسد که دلیل روزه چیست، باید که شما همین آیت را از سوره بقره آیت 183 قرائت کنید. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، کتب علیکم الصیام، کتب به معنای فرض است، به شما روزه گرفتن فرض شده است. چه خیلی که فرض شدگی بود به کسانی که قبل از شما بودند، یعنی چنانی که به امتهای پیشینه روزه گرفتن فرض شده بود به شما نیز فرض شده است. چرا؟ علتش است لعلکم تتقون، تا روزه باعث آن شود که شما تقوادار شوید. یعنی یکی از تقوا انواع بسیار دارد، یعنی به چندین کارها انسان می تواند که از متقین، از تقوادارها باشد. یکی از اون کارهایی که، یکی از اون عبادتهایی که ما و شما را یعنی که از زمره تقوادارها قرار می دهد، این چی بوده است؟ روزه گرفتن بوده است. خلاصه تقوا یک چیزی معین یا یک چیزی مشخص، یک چیزی محدود نیست که کسی مخصوصا همین کار کند ان همون کس تقوادار میشن. خلاصه بنابراین به طریق عموم گویم اگر هر چیزی که الله تعالی فرموده است همون فرموده را به جا آوردن و از کدام کاری که الله منع کرده است دست کشیدن، این تقوا میگویند. بنابراین روزه گرفتن یکی از همون امرهای الله است، فرمایش‌های الله سبحانه و تعالی است. روزه گرفتن نیست یکی از کارهایی است که باعثی آن میشود که ما از تقوادارها باشیم. خیلی که در سوره بقره ما و شما در تفسیر نعمت المنان گذاشتیم که
هدى للمتقین، یعنی قرآن راهنمایی است برای تقوادارها. اکنون تقوادارها کیا هستند؟ ذکر می‌کنیم الذين يقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغیب، اول اون کسانی که به غیب ایمان می‌آورند، الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، نماز میخونند، به غیب ایمان میبرند. با چی؟ و مما رزقناهم ينفقون. بله، خلاص یعنی انواع تقوا خیلی هم بسیار است. مهم. و دلیل الحج قوله تعالی، و دلیل حج سخنی الله تعالی است، میفرماید ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا ومن كفر فإن الله غنی عن العالمین. این دلیل شده است برای چی؟ برای فرض بودن حج. دلیل حج سخنی الله تعالی است، میفرماید در سوره آل عمران آیه 97. و برای الله بالای مردم زیارت خانه فرض است و از جانب الله به مردم زیارت خانه چی است؟ فرض است. برای کدام نمودی مردم؟ من استطاع الیه سبیلا، کسی به حج کردن چی استطاعت داشتگی باشد از روی راه، یعنی از روی راه چی باشد؟ امن باشد، تنج باشد و زاد و راحله داشتگی باشد، یعنی که ترانسپورت باشد، که وسایل نقلیات باشد که رفته تواند. خب پول و پیسه داشتگی باشد، برده او را رساند صحت سلامت به همون پولش گشته با بیاید. و بر زمین باید پول و پیسه داشتگی باشد که اهل و عائلش و کسانی که نفقی و ایها در احدی و سه و یارا گرسنه نماند و یارا همشه تامین کرده، بعد از آن حج میکنند. فهمیده؟ و من کفر، کسی ناباوری کند، کسی کفر ورزد، این حج بودنش، حج که از فرض بودنش، ضرور بودنش کسی انکار کند، فإن الله غنی عن العالمین، الله محتاج جهانیان نیست، یعنی با الله ذره ضرر نمیرسد. اگر یگان کس الله نکند، حج نکند، به حج نکردن کسها بخوانی الله سبحانه و تعالی، قدر الله ذره از ذره هم کمتر چی پس نمی شود. و به حج، خیلی که به حج کردن مردم الله یگون فایده هم نمی کند، نمی بیند فایده برای خودش. فهمیده؟ هر ضرر و هر فایده است برای خودی مردم است. اگر کفر ورزد چی میشه؟ ضرر می بیند. اگر سپاسگزاری کرده اینو به جا آورد، اگر فایده میکنه. فهمیدید؟ المرتبه الثانیه، مرتبه دوم، یعنی ما گفتیم که دین از سه مرتبه عبارت است. مرتبه یکم چی بود؟ الاسلام. معناشو بذاشتیم، معنای اسلام چیست؟ اکنون ایمان میگوید. خب در حقیقت مؤلف تعریف ایمان نگفت است، یعنی مراد از ایمان چیست نگفت است. اگر پرسن که تعریف ایمان از چه عبارت است، میگه که هو نطق باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالجوارح والارکان، یعنی به زبان حرف زدن و به قلب تصدیق کردن است و به عضوها چیکار کردن؟ یعنی عمل کردن است. تعریف ایمان همین است. خلاصه نطق باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالجوارح والارکان، یعنی به زبان نطق کردن و به قلب تصدیق کردن و به عضوها چیکار کردن؟ عمل کردن ایمان میگفتند. کفایت نمی کند که انسان به زبانش نطق کنند لیکن به قلبش تصدیق نکنند، مانند منافق ها. یا که چی؟ به عضوها عمل نمی کنند و چی؟ به زبان تصدیق نمی کنند ولی به قلب تصدیق می کنند به گفت خودش، اینم قبول نمی باشد. و ایمان به طاعت و عبادت زیاد می شود و به معصیت و کارهای نادرست چی؟ کم می شود. خلاف برای حنفی ها میگن که ایمان زیاد و کم نمی شود، لیکن خطای بزرگ است. و هو بدع و 70 شعبه، یعنی ایمان عبارت از 70 و چند شاخه می باشد. بدع گفته اساسا از عدد 3 تا 9 می گویم.
فهمیدید؟ خب یعنی از در بعض روایت‌ها 60 چند گفتگی است، یعنی 72 چند شاخه است. فاعلاها قول لا اله الا الله، از همه والاترین و بلندترین شاخه های ایمان این گفتن لا اله الا الله است. دیدید این خودش گفتن کلمه لا اله الا الله رو گفتن از ایمان بوده است. و ادناها کمترین ایمان اماطة الاذى عن الطریق، یعنی از راه یک چیزی ضرر میرساندگی را برطرف کردن هم از ایمان بوده است. شما به دست تو یک میخ میگیرید که مثلا در پای یگون کس نخ، حتی در پای حیوان نخلد گفته یک چیز میگیرید، یک شاخ و یک شپه و یک آهن، یک چیزی که مش سنگ برطرف میکنید که مردم آزار نیابند، دیگه کسی آزار، اینم از ایمان بوده است. این عمل گفته است، عمل به عضو کرده است. و الحیاء شعبة من الایمان، و حیا نیز شاخه از ایمان است. حیا یک چیزی است که او را به چشم دیده نمیشه، به دست قپیده نمیشه، به زبان گفته نمیشه او را. فهمیده؟ حیا این عمل قلب است. معلوم میشه است که این اعمال قلب هم از چی؟ از ایمان بوده است. در همین جا یعنی 3 رکن ایمان آمده ایستاده است، یا که گویم 3 چیز ایمانی که به زبان گفتن و به عضوها به جا آوردن و به قلب تصدیق کردن. و ارکانه 6، رکنهای ایمان 6 تا می باشند. ان تؤمن بالله، با الله ایمان می آوری، و ملائکته، به فرشتگانش ایمان می آوری، و کتبه، به کتابهایش ایمان می آوری، و رسوله، و رسولانش، و الیوم الاخر، به روز آخر، و بالقدر خیره و شره، و به تقدیر نیکی بدیش ایمان می آوری. و الدلیل على هذه الارکان السته قوله تعالی، دلیل به این 6 رکن سخن الله تعالی است. می فرماید لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. یعنی نکوکاری آن نیست که شما روی خود را به طرف مشرق بگرداند یا که به طرف مغرب بیاورید. فهمیده؟ یعنی نیکی فقط از آن عبارت نیست که فقط شما چیکار کنید رویتان به طرف مشرق متوجه کنید یا که به طرف مغرب. ولی نکوکاری آن است که، یا که نکوکار آن کسی را میگویند که ایمانی به الله داشته باشد، این ضرور است. ایمان به روز آخرت داشته باشد و به فرشتگان و به کتابها و به پیغمبران ایمان داشتگی باشد. نکویی همین است، یا که نکوکاری همین است. و دلیل القدر قوله تعالی، و دلیل تقدیر سخن الله تعالی است. اگر پرسن که دلیل چیست، نسبت آن که تقدیر بوده است، میگید که سوره قمر آیه 49 إنا كل شيء خلقناه بقدر، هر آینه ما هر چیز را با تقدیر آفریدیم. یعنی یگان چیز نیست که او از تقدیر الله چی باشد؟ بیرون باشد. همه چیز و هر چیز پیش از با وجود آمدنش الله سبحانه و تعالی او را چیکار کردگی است؟ تقدیر کردگی است. یعنی مراد از این یعنی که او را نوشتگی است. فهمیدید؟ و او را چی؟ خواستگی و او را چی؟ آفریدگی است. میگوییم که یعنی کفایت میکند برای خاطران که ویشه دوامش انشاءالله یک درس دیگه میکنیم. و صلی اللهم وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله.